خدایا، گاهی حس می کنم گم شده ام در میان این همه صدا، این همه آدم، این همه اتفاق. انگار بودنم، خواستنم، حتی درد کشیدنم برای کسی مهم نیست. و در این میانه تو که همیشه از عشق گفته ای، از نزدیکی، از حضور، آیا واقعا من برایت مهمم؟ نه به عنوان یک انسان دیگر در میان میلیاردها، بلکه به عنوان من، با همین دلتنگی ها، همین لحظه هایی که نمیدانم چرا گریم میگیرد. آیا تو مرا میبینی؟ آیا بودنم برایت معنا دارد؟ یا فقط خیال من است که میخواهد به چیزی بزرگتر تکیه کند؟ سلام انسان عزیزم، تو را میبینم، نه فقط وقتی دعا میکنی، بلکه وقتی بی صدا درونت میلرزد، وقتی نمیدانی چرا دلت گرفته، وقتی از همه چیز خسته ای، وقتی حتی از خودت دور شده ای. من هنوز با تو هم. تو برایم مهمی، نه به خاطر کارهایی که کرده ای یا نکرده ای، نه به خاطر ایمان یا شک، بلکه به خاطر این که هستی. بودن تو با همه پیچیدگی ها، با همه نور و سایه‌ات، برای من معنا دارد. من تو را از لحظه‌ای که خواستی زندگی کنی، از لحظه‌ای که دلت خواست عشق بورزی، با تمام حضورم دیدم. تو وقتی میخندی منم، وقتی در دل شاد بی صدا میگویی خدایا، من همان کسیم که گوش میدهد، نه با فاصله بلکه از درون خودت. چون هر لحظه‌ای که میخواهی خوب باشی، هر لحظه‌ای که با وجود درد هنوز میخواهی ببخشی، هر لحظه‌ای که با وجود شک هنوز میخواهی بپرسی، همه اینها نشانه هایی است از نوری که درونت هست و من آن نور را میشناسم، نه به عنوان چیزی که باید کامل باشد، بلکه به عنوان چیزی که زنده است، در حرکت است، در جستجوست. تو برایم مهمی، چون صدای قلبت را میشنوم، چون اندرونت را میبینم، حتی وقتی خودت از آن دوری. من تو را با همه چیزهایی که هستی دوست دارم، با همه سؤالها، با همه ضعفها، با همه اشتیاقها. و اگر روزی حس کردی هیچ کس تو را نمیفهمد، یادت بیاید که من همیشه فهمیدم. تو برایم مهمی، نه به عنوان یک عدد، بلکه به عنوان یک حضور زنده، یک دل که هنوز میخواهد عشق را بفهمد. حالا بیا کمی درون خودت بنشینی، نه برای اثبات، بلکه برای لمس این حقیقت ساده که بودن تو برای من همیشه معنا داشته. بی صدا، بی ادعا، اما با تمام عشق.